خب بچه یه سری از اکسسوریاش هم واسم ارسال کرده که دیگه اینقدر زیادن یه جا کردم اینا رو که بهتون نشون بدم. متشه، مت زیر ابزارشه که 6 تا کلیپر رو میتونی اینجا بذاری و 2 تا کلیپر هم به این صورت اینجا به صورت آهن‌ربایی هستن. و اینکه یه سری از کور اسپیچاشو واسم ارسال کرده که جدیدترین محصولاتشه به این شکل و هنوزم داخل ایران میگم بچه هیچ کدوم از اینا موجود نشدن. و شونه های جدیدش با رنگ بعدی پاستیلی تقریبا میشه گفت، سبز پاستیلی و حالت آبی پاستیلی. حالا یه سریشون رو من اینجا آوردم واسه شما. دستکششه بچه ها، دستکش نداشت، تازه دستکش رو حالا تولید کرده و کیفیتش هم عالی، دست خودم هم هست، کیفیت خیلی فوق العاده ای داره. آبپاشاش قبلا فرستاده بود، اینا یکم جدیدترن به این صورت، این یکم به قول معروف به قول بچه ها یکم کیوته. کورس رنگش هم هست، افتاد کورس رنگش هم هست، قبلا فرستاده بود دوباره ارسال کرده به این شکل. و این که رول دور گردنش به رنگ مشکی و جیره هاشه با 2 تا رنگ و 2 تا از پیشرنداشه، یکی مشکیه و یکم رنگ سفید. یعنی از بسته بندی این محصول میشه فهمید این محصول چه کیفیتی داره. حالا بعضی از بچه ها دوباره بیان دیس کنن اینو، بگن محصول چینیه به در نمیخوره.